این خانه ها در ولایت جنوبی سیندی پاکستان خیلی ساده به نظر می رسند، ولی در عمل این کلبه ها با استفاده از دستاوردهای علمی ساخته شده به آفتهای طبیعی تاب‌آور هستند. شکل عنعنوی کلبه تغییر نیافته است، ولی آن زیر آب نخواهد ماند. برنامه بنیادی کلبه های اینوواسیونی تاب‌آور به آفتها بعدی باران و آبخیزی های سال گذشته که باعث فوت بیش از 100,000 نفر و تخریب بیش از 1 میلیون منزل شده بود آغاز یافته است. آن چیزی که مردم قبلا اختراع کرده است منطق خود را دارد. من کوشش کردم که با استفاده از تجربه آنها کلبه های تاب‌آور طرح‌ریزی نموده فضای مناسب برای زیست فراهم آورم. تشبوس لاری زمان مطرح شده است که معماران و سازمان های غیر دولتی با نظرداشت فاجعه های پشت سر شده و آفت های طبیعی سرشمار سالهای اخیر تلاش دارند محله های خراب شده را آباد کنند. آبخیزی سال گذشته کلبه گیلی خانم چمپا بای را ویران کرد. این خانم 60 ساله با اهل عائله‌اش به پناهگاه انتقال یافت. اما بعد مدت سازمان غیر دولتی هریتیج فاوندیشن آف پاکستان به او کلبه نوساخت تاب‌آور به آفت تقدیم کرد. خیلی خوشحالم. این خانه خوب است. نمیترسم که زیر باران و طوفان فرو میریزد. منزل تاب‌آور است. از آن خیلی خوشم میآید. هنگام باران خانه های عنعنوی گیلی آب کشیده فرو میریزند. ساختمان بیناهای خشتی برای مردم کمبغل گران است. کلبه های لاری در فوندامنت و یا زیربنای آماده با استفاده از چارچوب های بمبوکی و مصالح آبناگذر بنیاد می شوند. ساختمان آن 1 هفته را در بر می گیرد. برای بنیاد کلبه گیلی عنعنوی 3 هفته و برای بنیاد منزل خشت و سمنتی تا 2 ماه ضرور است. خرج بنیاد یک کلبه لاری معادل $87 آمریکا است. این خانه ها برای مردم کمبغل ساخته شدند. نرخ باید پایین باشد. کارشناس ساحه معماری نعمان احمد میگوید این خانه ها برای شهرها قابل قبول نیستند. این تنها پناهگاه است. در شکل کنونی تغییر آن و یا همراه کردن طبقه علاوگی امکان ندارد. اما ساکنان دهه پانا که سال 2022 قبل از آفت‌های طبیعی به کلبه‌های لاری کوچ بسته بودند میگویند آفت به آنها تأثیری نداشت. تا کنون لاری و سازمانش در سراسر پاکستان 55,000 کلبه تاب‌آور به آفت بنیاد کرده است و نقشه دارد که در آینده این رقم را به 350,000 برابر کند.